آقا سلام و دوتا وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. آقا امروز تو این ویدیو اومدیم با حسین لیدر گنگ توکیو بریم یه گیم نت مشتی بزنیم. خب حسین جون یه سلام بکنی. الان حسین را بره. سلام علیکم خدمت همراهان گرامی. بنده حسین احمدزادگانم، لیدر گنگ توکیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. خب دوستان آره دیگه کلا این قراره یه ویدیو گیم نت داشته باشیم. اگه حمایت کنین از ویدیوی اینطوری، کلا ویدیوی فایتینگ یا ویدیویی که مربوط به ماشین اینا بیشتر میزنه. فقط ویدیو بستگی داره به حمایت شما. حمایت کردن به این معنی نیست که شما بخواید دونیت کنید. حمایت کردن به این معنیه که شما حالا یه ثانیه وقتتون رو بذارین، لایک کنید یا کامنت بذارید و چنل رو اگه سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و البته کامنتتون رو سعی کنید فینگلیش بذارین که حالا یوتیوب حذفش نکنه. خب حسین جان حرفی داری؟ نه بریم سراغ ویدیو. برو بریم. خب الان اسلحه چی باشه؟ ایکی خیلی عالی. خیلی عالی. آقا حسین قدرتمند. دوستان فقط یه چیزی شما تو کامنت ها بنویسین از چه سبکی داشتم گفتم شما تو کامنت ها بنویسین از چه سبکی ویدیویی خوشتون میاد. حالا ما سعی میکنیم تلاشمون رو میکنیم که حالا همچین ویدیویی بذاریم، یعنی واسهتون بذاریم و آره دیگه. لازمم حل حسین قدرتمندم، حلکی نیست، لیدر شما. دیدی که نیومد سر رو با منطقل بریم اینجا یکم اسلحه به دست بشه. خب آقا حسین غلط کردیم، ما رو فعلا ماکن بزنه بریم. کجاست؟ برای تو حساب کرد. دوستان این دونتون رو نبینید، فکر نکنیم باگه. الان همزمان هم تیر آخر من بهش خوردم، تیر آخرش اینا باگی نیست مگه. ریلود خیلی عالی. آقا هرکی لیدره بدون باش گیم نت ندیدن تو سرویس. بالاخره یه بار زدیم. الان آقا حسین دستش تازه داره گرم میشه، قراره دهنمون سرویس کنم. سایلنته؟ البته سایلنت نه من زدم. خیلی عالی. نمیشه منم سایلنت بردارم چون سایلنت بزنیم حل نمیره چون من که ایمم با بهتر اتفاق. ای بابا با تو دان. نه باگ نیست، اونی که زودتر میزنه برای اون حساب میکنه. آره دیگه. الان واسه کی حساب کرد؟ البته برای شما تو. آره
یکی دیگه بزنیم. آره یکی دیگه هم بزنیم. اینا باگ نیستش دوستان، واسه خود منطق حالا دنیای واقعی نمیدونم. تا حالا اصلی دستم نگفتم من ویدیو بزنم بیا ولی آره دیگه اینا واسه خود بازیه، یعنی باگ نیست. راند بعدی این راند یه یوزیمون نشه. یوزی چرا بشه؟ بیا بشه آقا بشه. خطی گیر باشه. از خط نگیفتم دویدم اومدم ولی خب دوباره یوزی؟ آره دیگه نمیم حالا هر شما بگیم من اصلا میزنی فعل یوزی اینو برمون حساب بیار. زودتر زدی و کلش آبجوز شما یه اسنایپ بریم بیم چند دقیقه طول میده ببینیم کی میبره دیگه. خیلی عالی. بله آقا مثل که داره بهمون دست کم میگیره اون، یعنی منظورم اینکه داره بهمون راحت میگیره. یک کال بریم دوستان این آقا صفر بگیری دهن و سرویس ها میدونید. ای کی رسیدی؟ نه الان میام. کلت الان همون سایلت صدا رفتم تو فکر. اومد. خب ما فرار میکنیم. هیت خوردش به خدا شانسی بود. صرف نگیدن و سیویس نکنید شانسی بود. خب دیگه بریم ایکی دیگه گانا بست. بله آقا ایکی یه قرار دهنم سیویس شد. رانده قبلی دیدیم میگم ایکی دهنم سیویس من. خب دوباره همون ایکی سایلنس بزنیم. سایلنس هم آقا نمیدونم ما راحت میگیره بخوان صرف بگم دهنم سیویس میکنه. بازم میگم بهتون آقا فکرم تو دری تو دری که حقیقی کنی سال خوب. در توی یه در تو مونه. من سعی بودم کمپم میکنم میزنم، یعنی کمپ میکنم میزنم میزنی این بکنم شدم. گزینه غلط کردن کجا؟ آقا دوستان این راند آخر گزینه 5 دوستان این راند آخره. حالا ما اگه ببینم حمایت میشه ما که تو گنگ میمونیم. اگه خوردن باید حمایتش کنی. اگه خوردن باید حمایتش کنی. نگاه کن نگاه کن. حالا کجایی؟ یه بار که دیدی خوردن باید حمایت کنی. اصلا برنامه‌ریزی شده نبود. دیدی؟ خب دیگه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. لینک کانال حسین جان هم میذارم واسهتون تو بیو، حتما بهش سر بزنید. آره دیگه خدا نگهدار. حسین جان شما حرف نداری؟ نه خدا نگهدار. خدا نگهدار.